وطندارای عزیز، سلامتی خداوند پادشاه سلامتی عیسی مسیح کت تمامی شما باشد در هر جایی که هستین. خدا را شکر میکنیم برای یک روز دیگه، یک موقع دیگه که خداوند برای ما داده تا که ما کلام مقدس خدا را مطالعه کنیم، یک جای شهادت از برادر بشنویم و همچنین در دعا باشیم که خداوند امروز قلبها را لمس بکنه. قبل از برنامه ما شهادت یک برادر بسیار عزیز مرا برای وطندارای عزیز ما اینجا که در استودیو هستیم بخش کردم. هفته گذشته با 3 برادر همین قسم صحبت کردیم، با یک خواهر صحبت کردیم. یکشان تا حدی که در افغانستان هستند و اما میخواین که کمک مالی به این کانال بکنن. بسیار تشکر، خداوند شما را برکت بسیار زیاد بده. واقعا خداوند چقدر مهربان است. ما خدا را سپاس میگیم که خداوند در روح خود مسیحی های افغان اقدر رشد دادن که با او کمترین آمدنی خود و میخواین حتی خداوند خدمت بکنن در افغانستان. خدا را شکر میکنیم. یک برادر عزیز دیگه ما برای ما زنگ زدن. واقعا ما در مورد از اینکه چطور برادرها و خوارای ایرانی در ایران چندین سال پیش در ایران چطور کمک کردن که این شخص عیسی مسیح را بشناسن. هرچند که آل در افغانستان هستن و اما از در روح خدا بسیار بسیار شاد و خدا را سپاس میگفتن. ما دعا میکنیم که خداوند مؤمنین خدا در هر جایی که هستن محافظت بکنه و از او استفاده بسیار خاص بکنه. ما در دنیای بسیار مشکل قرار داریم. بله، کلام خدا بسیار واضح میکنه در زبور 23 میگه گرچه از وادی سایه موت هم گذر کنم از بدی نمیترسم. این دنیا برای ما مسیحی ها واقعا وادی سایه مرگ هست. نه تنها برای ما مسیحی ها بلکه بر تمامی از این دنیا وادی سایه مرگ هست و اما بالخصوص برای مسیحی ها ما باز از قتل عام بسیار کسایی که معصوم بودن، کسایی که کاملا بی‌طرف بودن در کشور تونس شنیدیم که چطور یک شخص تفنگ میگیره و در لب بحر جایی که مردم بر شنا میره و بالای ازیا وار گلوله‌باری میکنن و میکشن. بسیار زیاد گناه ازدواج چیزی نبود و در سیاست دست نداشتن و اما وقتی که ما این قتل عامی نفرت ها رو میبینیم ما پی میبریم که شیطان پشت از این چیزا کارفرماست. شیطان پشت از این چیزا کارفرماست. شیطان میخواد قتل یک انسان به دست دیگه انسان بکنه. این شیطان است که این کار را میکنه و ما خداوند برای ما حکم میده قتل مکن. کلام خدا برای ما میگه که خدا انسان به صورت خود آفریده و او برای ما بسیار واضح میکنه که او انسانها را بسیار زیاد دوست داره. او میگه ما با محبت ازلی تو را دوست داشتیم و با اونمو محبت ازلی تو را ما کشیدیم، تو را ما کمک کردیم. کلام مقدس خدا برای ما میگه که زیرا خدا به این جهان آنقدر محبت نمود که او یگانه پسرش را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب زندگی جاودان گردد. ایست خداوند و کلامش برای ما و او میخواد که ما توجه بکنیم، به خاطر از اینکه او ما را دوست داره. او نفس زندگی را برای هر انسان میده، چی مسیحی چی غیر مسیحی، چی یهودی چی مسلمان، چی هندو چی کسی که از ذات خدا این کار میکنه. اون نفس زندگی را برای هر کس هر روز میده. چه خدای مهربان و این ماستیم انسان ها که در روی یکدیگر چسبیدیم. باور کنین حتی بین مسیحی ها این قسم ما در روی یکدیگر میچسبیم. علت از این چیست؟ علت از این است که ما هنوز در دنیای گناه قرار داریم.
ما چشم نداریم که یک برادر عزیز دیگه ما که خدمت میکنه او را ما ترقی بدیم، کوشش کنیم و کوشش میکنیم که از ما زیادتر جلوتر شوه، بسیار مهمتر شوه. این تمامی چیزها را متوجه باشین. از کمبودی ایمان است عیسی مسیح در کشتی که شاگردایش بود و خوف زده شدن و پیش عیسی مسیح آمدن. عیسی مسیح خوابیده بود اوجا، گفت که استاد ما غرق شده رئیسیم، ایمانتان کجاست؟ عیسی مسیح میگه ایمانتان کجاست؟ ما باید در ایمان خود محکم باشیم و برادرها و خوارای خود دوست داشته باشیم، مردم دنیا را دوست داشته باشیم، ما دشمنای خود حتی دوست داشته باشیم. کینه، بغض، عداوت، بخالت، خصوصا بخیل بودن، بله، و یا طمع کردن، این چیزا تماما از جانب شیطان است. تنها شیطان میخواد ما را در این جالا بندازه. خدا ما را میخواد گوش کن. خدا ما را میخواد گوش کنین برادرها و خوارا عزیز. خدا ما را میخواد، میگه که مالک هر شی ما هستم. ما شما را تنها به حیث کارگر در اینجا ماندیم، تنها به حیث مددگار در اینجا ماندیم. خدمت کنین، خدمت کنین با جذبه، خدمت کنین انسان، خدمت کنین خدا را، محبت داشته باشین با هم دیگر. عیسی مسیح خداوند برای شاگردای خود میگه که مردم دنیای نظامی شما را میشناسه که شما یک دیگه تان دوست داشته باشین. ما باید یک دیگر را دوست داشته باشیم. خدا را شکر میکنیم. ما دعا میکنیم که خداوند شما را برکت بده. وطندارای عزیز ما، خداوند قلبتان امروز لمس کنه. امروز ما در مورد شبان نیکو از برادر عزیز ما شعیب جان میشنویم از کلام مقدس خدا، و اما قبل از او از یک برادر بسیار عزیز دیگه ما، برادری که ایرانی هستند، فی الحال در سویدن زندگی میکنن، از ایشان شهادتشان رو میشنویم که چطور به عیسی مسیح ایمان آوردن. از طریق اسکایپ از ایشان میشنویم. دعا میکنیم که خداوند تمام ما رو برکت بده. خداوند عزیز، بگذار که روح تو کارفرما باشه امروز در قلب ما. بگذار که تو قدرت تو نمایان باشه ای خداوند در زندگی ما امروز. خدایا برکت ما بده به نام مقدس عیسی مسیح خداوند. آمین. آمین. میریم مستقیما سراغ برادر عزیز ما که از طریق اسکایپ کت ما هستن و ما از خودشان خواهش میکنیم خود معرفی بکنن و شهادت خود بدن که چطور به عیسی مسیح ایمان آوردن و چرا به عیسی مسیح ایمان آوردن. وطندار عزیز ما، همشهری ما در آسمان، مانده نباشی. سلام عرض میکنم خدمت شما برادر حسین گرامی که افتخار و شایستگی رو داشتم که قبلا هم حضور در خدمتتون باشم در کلیسای خودمون. افتخاری بود که نصیب من شد و امروز هم در خدمت شما باشم. خدا را شکر میکنیم برادر عزیز ما، خدا را شکر میکنیم. ما از شما خواهش میکنیم برادر عزیزم خدا لطفا معرفی کنین بر تمامی وطندارا در ایران، افغانستان و تاجیکستان، و بعد از او لطف کنین بگین که شما چطور و چرا به عیسی مسیح ایمان آوردین. ما یک خواهش از شما میکنیم که نام مردم در کلیسا و یا جای نگیرین به خاطر محافظت مردم، و اما شما میتونین که بگین در کشور یک شخص میتونه، یک برادری یا یک خواهری شما را کمک کرد، اینطور گفته میتونین لطف کنین بفرمایین. بله خواهش میکنم. من مهرداد قبادی هستم، مسلمان زاده‌ای هستم که تو خانواده خب مذهبی به دنیا اومدم. فقط خلاصه عرض کنم خدمتون، این داستان خیلی جالبی بود برای خودم، حداقل ایماندار شدن خودم بسیار جالب بود برای خودم. از زمانی که من کودک بودم و تونستم بدی خوبی رو تشخیص بدم، خب آشنا شدم با فرایض دینی که پدر و مادرم به جا می آوردن و کم کم اینها رو من اثر گذاشت و سوالات متعددی رو تو ذهن من به وجود آورد که من هیچ وقت تو طول این مدت زمانی که آشنا بودم با این مسائل نتونستم به جواب واقعیش برسم، یعنی خودم رو ارضا بکنم با اون چیزی که دارم میشنوم و میبینم و پیرامون من انجام میشه، و همیشه سوالات متعدد و بسیار زیادی رو حول پیرامون زندگی خودم و تو افکار خودم داشتم، تا اینکه به هر حال آشنا شدم کم کم به خاطر چندین سفری که داشتم به شهرهای مختلف، عموما بیشتر تهران میرفتم. چندین بار پا گذاشتم به کلیساهای متعددی تو تهران و تو اصفهان
و رفتم و با اون فضاهای روحانی کلیساها آشنا شدم، اگرچه که زیاد چیزی نمیدونستم راجع به دین مسیحیت به خاطر اون جوی که بود توی ایران. خب همه میدونن جو بسته. بله. ولی خب آشنا شدم با اون فضای روحانی و این یه چهره جدیدی رو جلوی چشمان من روشن کرد و ذهن من رو معطوف کرد به خودش، چون جوابم رو واقعا نگرفته بودم از اون مسائلی که میدیدم پیرامون خودم. و نکته جالب اینجاست که با همه این توصیف و اوصاف و مشغله‌های کاری که داشتم و چندین سفر خارجی، در واقع جرقه ایماندار شدن من که خدا رو شکر میکنم همیشه از سال 2008 شروع شد که توی یه سفر کاری به کشور آلمان بود. بله. و خدا توفیق اینو داشتم که روز یکشنبه هم اتفاقا بود و از اون محلی که ما اسکان داشتیم، هتلی که داشتیم، اومده بودم بیرون، داشتم قدم میزدم و دیدم یه دفعه سیل عظیمی از مردم دارن میرن به یک سمت خاصی و برای من تعجب بود که روز تعطیل کجا دارن میرن. خیلی برام جالب شده بود این قضیه و میدیدم پیرمرد، پیرزن، جوون، خانواده ها حتی با بچه های کوچیکشون با کالسکه و میرفتم به اون سمت و بعد متوجه شدم اینجا کلیساست که اینا دارن میرن برای عبادت و خیلی برای من این شیرین و قشنگ اومد. یعنی جرقه واقعا ایماندار شدن من همیشه خدا رو شکر میکنم از سال 2008 بود و رفتم و دیدم چقدر آراسته، پیراسته و در کمال آرامش اینا میرن به سمت خدای خودشون و تو اون فضای روحانی دارن عبادت میکنن. این جرقه جدیدی رو و زندگی جدیدی رو تو افکار من به وجود آورد که برم و مطالعه کنم که واقعا چرا انقدر اختلاف هست بین ماها و اون چیزایی که من دیدم از فرایض قبلی که تو ذهنم بود و این چیز جدیدی که دارم میبینم. بله. تا اینکه خدا قسمت کرد و دوباره توی سفر دیگه خب اومدم به خارج از کشور و یه محیط بازتری بود و با آرامش و با فکر خیال و با روحیه شادتری تونستم در واقع افکار خودم رو متمرکز بکنم. ولی این امکانات متاسفانه تو ایران نبود و یک فضای تک‌بعدی بود و نمیشد در واقع آدم اختیارات خاص خودش رو داشته باشه و اعتقادات خاص خودش. این بود که اومدم به خارج از کشور و با دوباره پاهم باز شد به اون کلیسا، چون اون جرقه تو ذهن من بود همیشه. رفتم با فضاهای روحانی و با مردم آشنا شدم و خیلی برام جالب اومد این دین مسیحیت، چون یه مقداری مطالعه هم کرده بودم از قبل در این زمینه. بله. این کشور بعدی که رفتین اروپا کدام کشور بود؟ بله سوئد هست. سوئدن. الان هستین اونجا. خدا را شکر. بله. خدا را شکر. بعد عرض کنم خدمت شما که به هر حال با از طریق دوستان و ایرانیایی که اینجا بودن آشنا شدم و پرسیدم به هر حال اینجا کلیسای ایرانی هم آیا وجود داره یا کشیشی که بتونم با زبان خودم صحبت بکنم، چون اینجا یکی زبان کشور سوئدی زبان بود. خب من زبان انگلیسی خوب بوده ولی با سوئدی نمیتونستم صحبت کنم. در بعد ورود بالاخره تا اینکه راهنمایی شدم به یکی دو تا کلیسای مختلف و تونستم اون کلیسایی رو که جمعی ایرانیان اونجا هستن رو پیدا بکنم و خدا رو شکر رفتم اونجا و با فضای اونجا آشنا شدم و خیلی بشارت گرفتم و موعظه گرفتم و کتاب‌های بسیار خوبی رو تهیه کردم، مطالعه کردم و همینطور تشکر میکنم از کشیش بسیار خوبمون که کلاس‌های خوبی رو برای ما گذاشت. و در واقع حالا همه اینا رو که گفتم به خاطر این بود که اون سوالاتی که تو ذهن من بود از اون دوران کودکی که من باش دست و پنجه نرم می‌کردم رو در واقع من سوالاتم رو تونستم تو این کتاب پیدا بکنم. بله. چرا؟ به خاطر اینکه دیدم در کمال اولیش این بود که می‌دیدم هر کسی که میاد کلیسا واقعا با یک روحیه شاد و آراسته، پیراسته و اون طوری که دلش میخواد، اون نوع پوششی رو که دلش میخواد، اون نوع صحبتی رو که دلش میخواد و با زبان خودش داره با خدای خودش راز و نیاز میکنه و کسی اونجا بهش هیچ چیزی رو از طریق جبر بهش اعمال نمیکنه که شما اینطوری باید بپوشی، اینجوری باید دعا بکنی، از اینو باید از خدای خودت بخوای. و همه اینا رو من تاثیر گذاشت و بسیار تاثیر عمیقی رو روی من گذاشت و تقریبا تمام سوالاتم رو کم کم داشتم به جوابهاش میرسیدم. هر وقت که کتاب رو میخوندم بیشتر به عمقش پی میبردم و این برام خیلی جالب بود. و خب یه زمینه هم داشتم از قبل که خب عیسی مسیح کی هست توی دین اسلام هم خب تعریفش رو شنیده بودیم که از روح القدس اومده و اینا
خیلی برای من جالب بود و این سرشته شدن من با افکار من با این کتاب در واقع میشد گفتش که من به سوالاتم رسیدم و اون چیزی رو که میخواستم خدا نصیب من کرد. آمین. و الحمدلله الانم خدا رو شکر میکنم به خاطر اینکه من فکر میکنم تمام اینها خواست خدا بود و خدا خواست که من انتخاب بشم، به خاطر اینکه همیشه این سوالات تو ذهن من بود و منو یکی از بندگان منتخب خودش قرار داد که من بیام و در واقع بتونم افتخار این رو داشته باشم که یکی از خادمینش باشم و یکی از ایمانداران به عیسی مسیح. آمین آمین. خداوند واقعا از راه بسیار جالب شما را انتخاب کرده و هر کدام ما داستان ما همینطور از خداوند از راه‌های مختلف از تجارب مختلف ما را میگذرانه تا که ما او را بشناسیم. اما مهمترین چیز مهرداد جان برادر عزیزم در مسیح اینه که در مذاهب و ادیان و فلسفه های انسانی ما کوشش میکنیم به خدا برسیم و اما در مسیحیت خدا به ما رسایی کرده، خدا نزد ما آمده، او ما را به آغوش خود گرفته. من همیشه یاد میکنم که عیسی مسیح خداوند میگه ای تمامی کسانی که گرانبار هستید و زحمت میکشید نزد من بیایید، من به شما آرامش میدهم. از من تعلیم بگیرید و به جانهای شما آرامی خواهد یافت. یوغ مرا بر خود گیرید، بار من سبک است. عیسی مسیح تنهایی چیزها را میگه. او میگه که من سلامتی خود را به شما میدم، نه سلامتی که دنیا میده، بلکه سلامتی. بعد میگه که آرام باشید، میگه که ترس نخورید، خوف نداشته باشید. او خداوندی است که به ما اطمینان 100% میده، یقینی. یعنی اینطور نیست که ما بگیم که شاید ما جنت بریم و غیره. نه، او میگه حتما و کسی به من ایمان بیاره حتما او حیات ابدی را داره. مهرداد جان، شهادت تا نشنیدیم. خداوند شما را برکت بده و من میخواستم داخل تنها بپرسم که پیامتان برای مردم ایران، بر مردم افغانستان، بر مردم تاجیکستان چیست؟ از شهادتان پیامتان چیست؟ من واقعا همه اینا رو گفتم و میخوام فقط این نکته رو بگم که با خوندن کتاب مقدس هر کسی به آرامش میرسه واقعا، چون تمام چیزهایی رو که میخواد به نظر من میتونه توش پیدا بکنه و صداقت و راستی رو اونجوری که اون تو میخونی شما، چنان که میگه حتی قسم هم نخورید، یعنی فقط یه آره نباید باشه. یعنی انقدر داره به شما میگه که انسان باید صادق و خلوص باشه. آمین. و یا حتی محبت به دیگران یا حتی به دشمنان خودتون. یعنی سراسر مهر و محبت و آزادگی در این کتاب هست. آمین. و رهایی و نجات تنها در این کتاب هست. یعنی آدم خوندنش به نظر من میتونه کامل بشه و کامل باشه. آمین. آمین. و پیام من واقعا این هست به همه دوستان یا همه کسانی که به هر حال تصویر ما رو میبینن و صدای ما رو میشنون، حداقل به هر زبونی که صحبت میکنن یک کتاب مقدس تهیه بکنن. اجباری درش نیست، ولی حداقل یک بار این کتاب رو عمیقاً بخونن، با دل و جان بخونن، نه اینکه بخوان به این دید نگاه بکنن که جبری توش هست یا بخوان حتما ایماندار بشن. فقط این کتاب رو بخونن و خودشون مقایسه بکنن که ببینن آزادگی و راه نجات رو چجوری میتونن پیدا بکنن. آمین آمین آمین. خداوند شما را برکت بده. بسیار پیام قوی و بسیار شهادت پر از برکت. خداوند شما را برکت بده. دعا میکنیم که خداوند کمکتان بکنه برادر عزیز. من از برادر شعیب خواهش میکنیم که برای شما و برای خانواده ایتان دعا بکنه حتما برادر عزیزم. و اما خداوند شکر میگم، بسیار تشکر که در این برنامه تشریف آوردین و شهادتتان دادین. من برادر حسین فقط میخوام یه خواهشی بکنم، یه دعایی بکنم که خداوند ان شاءالله این توفیق و این برکت رو به ما بده که ما همه بتونیم خادمین مخلص خدا باشیم و از مبشرین راه عیسی مسیح و در واقع برافراشته کردن پرچم عیسی مسیح تو دنیا و برای رسوندن صلح و آرامش به این کره خاکی. و در آخر هم میخوام یک بخشی از متی فصل 28 رو بخونم که آیه 18ش هست. میفرمان که تمام قدرت در آسمان و زمین به من سپرده شده است، پس بروید همه قوم ها را شاگرد سازید
و ایشان را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید. آمین. و به آنان تعمید دهید که هر آنچه به شما فرمان دادم به جای آورند. اینک من هر روزه تا پایان این دنیا با شما هستم. هللویا، هللویا، آمین، آمین. خداوند شما را برکت بده برادر عزیزم. واقعا ما باید چیزی که خداوند ما حکم کرده، ما باید اون را با محبت بر مردم ارائه بکنیم، نه به زور. شما گفتید نه به زور، بلکه با محبتی. محبت نامه خداست. خدا را شکر میکنیم. بله دقیقاً. تشکر مهرداد جان، خداوند شما را برکت بده. تشکر از شما برادر حسین عزیز. تشکر. خدا حافظتان فی الحال. شکر میکنیم. چقدر پیام پر از قدرت شنیدیم. و ما قبل از اینکه از برادر خواهش کنم که پیام بتن، از برادر شایب خواهش میکنم برای برادر مهرداد و خانواده ایشان لطفا دعا بکنن و بعد از او مانده نباشی میگیم و از کلام خدا هم از ایشان میشنیم. برادر شایب مانده نباشی وطنداری عزیزم. سلام حسین جان، امیدوارم شما خوب باشین و همه ما برکت یافتیم از شهادت برادر مهرداد. آمین، آمین. برادر عزیزم لطف کنین دعا کنین برای مهرداد جان و برای خانواده ایشان لطف کنین. بله. به این دعا میکنیم. خداوند سپاسگزار هستیم از اینکه تو برادر ما را از راه‌های مختلف، حتی در راه‌هایی که خودش نمیفهمید، ولی تو به خود او را خواستی و نجات دادی خداوند، و او زندگی جاودان در امی دنیا از طریق عیسی مسیح پیدا کرد. تشکر از شهادتی از یک نمونه از واقعیت زندگی بسیاری از ایرانی ها و افغان ها است که تو میخوای ما را نجات بدی و حقیقت تو ما را آزاد میسازه از گناه و ما را به سوی محبت میکشانه. خداوند ما دعا میکنم که برادر ما را خودش گفت او را خداوند برکت بدی و از او استفاده کنی من حیث مبشرت و خانوادهش برکت بدی در هر جایی که هستن. خداوند ما دعا میکنم بر دیگه ایرانی ها و افغان ها و تاجیک ها که اونا را هم کمک کو خداوند که کلام خدا را بخوانند و به کلیسا برن. اما تو که برادر ما رفت و خداوند تو کمک کو همه ما را تو رحمت داشته باش به ما به نام عیسی مسیح. آمین. آمین، آمین. وطندارای عزیز، ما میخواهیم که توجهتان به تلفن نوی که کانال محبت برای ما داده بیارم. شماره تلفن نوی برای ما داده روی پرده، اگر میشه حسین جانی را پرتین بسیار خوب میشه. این شماره جدید برای ما داده 001 که کد آمریکاست و 480 270 8074 شماره نو که برازی برنامه داده شده. و همچنین شما همیشه میتونید تلفن شخصی خود ما تلفن کنین 901 313 44 51 و همچنین شما میتونید که از طریق فیسبوک، از طریق پیج شخصی ما، بسیار میبخشین، از طریق پیج شخصی ما شما میتونین که برنامه ها را تجدید بیافین و همچنین دوستایی که به حیث دوست ما را چی کردن، فالو کردن، تابال تعقیب کردن. متاسفانه فیسبوک اجازه نمیده که از تعداد دوستایی که قبول کردیم از دو زیادتر اجازه نمیتن. لطفاً خواهش میکنیم که از طریق دیگه، از طریق پیج شما میتونین هم این را تعقیب بکنین و اما ما کوشش میکنیم که فیسبوک تلویزیون مسیحیان افغان هم همیشه تجدید بکنیم برای شما. و همچنین از طریق یوتیوب شما همیشه میتونید youtube.com/afghantv شما همیشه میتونید برنامه های ما را ببینین، تکراریش ببینین همیشه و حتی شاید دانلود بتونین برایتان. خدا را شکر میکنیم. میایم سراغ برادر عزیز ما شایب جان. ما میخوایم که وبسایتشان برای شما نشان بدم. حسین جان اگر لطف کرده روی پرده پرتین. این وبسایت برادر عزیز ماست، راز زندگی، تلویزیون، برنامه تلویزیونی راز زندگی، www.zindagi.tv. برنامه های برادر عزیز ما و خواهر مریم جان شما میتونید از طریق از این وبسایت تمامی معلوماتش بگیرین و حتما تعقیب بکنین. خداوند شما را بسیار برکت میده. من همیشه میشنم برنامه هایشانه و خداوند مرا برکت میده. خداوند شما را برکت بده وطندار عزیز ما. شایب جان مانده نباشی. این حال برادر عزیز ما خوب صحیح چی حال اول داری؟ فضل خدا شما چی حال دارین؟ سلام به یک بار دیگه به کارکنای برنامه شما هم تقدیم است و به تمام بیننده ها در هر کجایی که
هستند. بسیار بسیار تشکر برادر عزیزم. قبل از اینکه شما بیاین، ما برتان دعا کردیم برادر عزیزم و شهادت یک دو برادر عزیز ما را که از افغانستان زنگ زده بودن برای وطندارای ما دیجا، وطندارای ما که در استودیو هستن، گفتیم وطندارای آسمانی ما، خداوند هر روز افغانا را به سوی خود میکشانه، هر روز محبت خود برشان بخش با وجود مشکلات زیادی که در افغانستان است. و چون موضوع شما امروز خداوند شبان من است، یکی از چیزهایی که در زبور 23 ما میفهمیم است که ما از وادی دره، از وادی سایه موت گذر داریم، و اما در این وادی سایه موت که است که ما قدر مشکلات داریم و اما خداوند کت ماست و او ما را کمک میکنه. برادر عزیزم بفرمایین، خداوند شما را برکت بده. خب دوستای عزیز، ما همه این مزمور 23 بسیار مزمور خوبی است و مسیحی ها را در طول 2000 سال مسیحی ها حتی بسیاری ای را اذیت کردن و بسیار کمک کرده مسیحی ها را این مزمور در زندگی روزمره، در مشکلاتی که امروز ما مسیحی ها در افغانستان و ایران داریم چیز نو نیست. بر ما شاید چیز نو باشه اما برای مسیحیت چیز نو نیست. مسیحی ها در طول تاریخ این مشکلات را ازی کرده، بدترهای شدیدن، ولی خداوند همیشه با ما بوده و است. امروز یک 10 دقیقه پیش یکی از دوستا در فیسبوک یک موضوعی را گذاشته بود که واقعا رابطه داره با همین موضوع امروز ما. میگه در زندگی کدام چیز از همه زیادتر درد میرساند به انسان، زیادتر به انسان درد میرساند. باز لست داده، گفته مسافری، دوم محبت، سوم دوستی، جدایی، بیوفایی، زخم، غریبی، ناتوانی، دروغ و مرگ. 10 چیز را لیست کرده که یا گفته بسیار به انسان زیادتر از همه چیزهای دیگر که درد میرساند. اما چیزی که در اینجا این دوست ما پست نکرده او دوری از خدا است. من فکر میکنم که مطابق کلام خدا دوری از خدا بیشترین درد را بر انسان میسازد و با وجود میاره و احساس میکنه. امروز این مزمور 23 که خداوند چوپان من است در آیه اولش است، این مزمور حضرت داوود نوشته کرده که هم خودش پادشاه بود و هم چوپان، ولی پادشاهی بود که پیش از اینکه پادشاه شود بسیار زیاد، حتی در زمان پادشاهی خود هم بسیار جنجال ها و مشکلات زندگی را بسیار دیده بود. و معلمان الهیات میگن که این مزمور 23 رو وقت این داوود نوشته کرده که این از پیش پسر خود که میخواست پادشاه شد پسر خود گریخته. شما خودتان میتونین تصور کنین که شما از پیش پسرتان بگریزین چی حالت میآید. و این از پیش پسر خود گریخته و یکی از کسایی که او هم چوپان بوده این در خانه خود جای داده و در اونجا این امی که چوپانی را جای داده برش نان داده و این را کمک کرده، اینجا این به فکر از این افتاده که خداوند هم اینمطور مانند امی چوپان ما را کمک میکنه. اما در اینجا نام خداوند که نام اصلی عبری ازی یاهوه است. یاهوه، این یاهوه یا امی خداوندی که ما میگیم خداوند چوپان ما است با تمام خداهای دیگه فرق داره. خداهای دیگه هیچ گونه رابطه با انسانها ندارن، هیچ گونه رابطه انسانها ندارن. وقتی که در خروج ما میخوانیم، در خروج فصل 3 آیه 30 آیه در خروج فصل 3 آیه 15 میگه که در اینجا ما میخوانیم نوشته شده، خروج فصل 3 گفته آیه 14 خدا فرمود هستم آن که هستم و بنی اسرائیل بگو که من هستم مرا نزد شما فرستاده. آیه 15 ببینید گفته با آنها بگو یهوه خداوند خدای اجداد شما، خدای ابراهیم، خدای اسحاق و یعقوب مرا نزد شما فرستاده است. یعنی این خدای ما یهوه، امی خدایی که چوپان ماست، این خدای رابطه است. این با انسانها رابطه داره، به خاطر که این انسانها را که حسین جان در آغاز گفتن به شکل خود خلق کرده. انسانها شبیه خداوند خلق شدن و این رابطه خداوند با انسانها همیشه باید نزدیک باشه. متاسفانه با گناه آدم و حوا این رابطه از بین رفت به خاطر گناه، ولی خداوند همیشه میخواد
این رابطه را همیشه برقرار داشته باشه، نزدیک باشه. و این رابطه نه تنها در این دنیا بلکه این رابطه ابدی باشه. و خداوند چوپان من است، اینمی است که خداوند میخواد مانند یک کسی که بسیار نزدیک است با ما. ببینین چوپان با گوسفندها چقدر نزدیک است، شب و روز نزدیک است، شب و روز در فکر از اوناست. همینطور هم خداوند، همین خدایی که خالق دنیا است، همین خدایی که بزرگ است، همین خدایی که قدر ستاره ها را خلق کرده، همه دنیا را میچرخانه، این مانند یک چوپان با ما میخواد که رابطه داشته باشه. رابطه نزدیک، رابطه که مانند یک پدر و پسر، رابطه که ما را میخواد کمک کنه، ما را میخواد از خطرات زندگی نجات بده. و این آیه اول، آیه مرکزی از این مزمور از دوستا که میگه خداوند چوپان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. اگر خداوند چوپان ما باشه، اگر خداوند چوپان ما باشه، محتاج به هیچ چیز، به هیچ چیز به این معنی نیست که ما دیگه زندگی نمیکنیم. نه دوستا، به هیچ چیز به این معنی است که او چیزایی که دیگه امروز در دنیا داریم اونا دیگه ما را اداره نمیکنن، اونا ما را دیگه رهبری نمیکنن. که پول باشه، قدرت باشه، ثروت باشه، یا غرور باشه، یا هر چیزی که شما در دنیا میبینید که امروز این دنیا را اداره میکنه. انسان ها را امروز پول اداره میکنه، انسان ها را امروز مذهب اداره میکنه. دوستا امروز میبینید شما که به خاطر مذهب در هفته گذشته یکی شما دیدین که حمله که به پارلمان افغانستان شد، حمله که به پارلمان افغانستان شد، یک کس به نام مذهب رفت حمله کرد و دیگه نفر هم کشت. او 6 نفره. او کسی که حمله کرد او هم به نام مذهب این کار میکنه و این کسی که کشتی هم افتخار میکنه که ما یارا کشتیم. یعنی به این معناست که مذهب ما را نمیتونه به خدا برسه، مذهب نمیتونه چوپان ما باشه، بلکه تنها خداوند میتونه چوپان ما باشه. و وقت خداوند چوپان ماست چی میگه؟ میگه مرا در علفچرهای سرسبز قرار میدهد. علفچرهای سرسبز جای آرامش و استراحت است که میرن گوسفندها در اونجا استراحت میکنن، همچنان غذا میخورن. در امی مشکلات امی دنیا که امروز ما داریم، امروز مسیحی ها مشکلات دارن، امروز مردم افغانستان، مردم ایران مشکلات دارن. ما در افغانستان هر روز ما که اخبار صبح که میخیدم از خواب که BBC را میشنم، همه ما همی کار میکنیم، هر روز یک گپ در افغانستان شده، هر روز یک کسی یک کس دیگر کشته، هر روز یک شما در اخبار بدی را میبینید. نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای دیگه هم شما همینطور شما اطلاع داریم که چند هفته قبل در کلیسای در کارولینای جنوبی چطور یک نفر داخل شد و کشیش را کشت با 8 نفر دیگه. یعنی این حالت وجود داره در زندگی انسان ها در هر جایی که باشه. اما اینجا چی میگه؟ خداوند میگه چوپان من است. یعنی خداوند اگر ما با ایمان داشته باشیم، خداوند چی میکنه؟ میخواد که ما را هر روز کمک کنه و نزد چشمه های راحت راهنمایی هم میکند. چشمه های راحت اونمو چشمه های حقیقت است، چشمه هایی است که از طرف خداوند میآید. یعنی این را باز پسانتر بر شما میگم که چطور این مزمور با عیسی مسیح رابطه داره و من روح تازه میبخشد و به خاطر نام خود، همین نام یهوه، این نام بسیار خوبی است، راه های عدالت هدایت هم میکند که حتی انگام عبور از دره تاریکی مرگ از بدی نمیترسن. همه انسان ها میمرن، اما تنها کسای از مرگ نمیترسن که اونا به خدا ایمان دارن و توکلشان به خدا است. و در اینجا میگه زیرا تو همراه من هستی، خداوند همراه ما است. هر جایی که باشیم در مشکلات، اگه امروز نان نداریم خداوند همراه ما است، اگه امروز کار نداریم خداوند همراه ما است، ما را قوت میده. اگه امروز تشنه هستیم خداوند ما را نان میده، آب میده. اگه امروز مردم ما حتی در افغانستان بسیار مردم امروز امنیت ندارن، بسیار مردم دمی امروز شما در کراچی پاکستان شما میشنید که از خاطر گرمی بسیار مردم جان خود از دست میدن. 1200 نفر. بله، یعنی ببینید این چی است که این وقت در کراچی اونا او نمیخورن به خاطر که میگن مذهب ما را این تو گپ زدن. ولیکن خداوند چی میخواد؟ خداوند میخواد که ما را نجات بده از همین قیوداتی که به نامهای مختلف بر سر ما است. میخواد ما را در عیسی مسیح آزاد بسازه. میگه در حضور دشمنانم سفره برایم تهیه نموده، سر مرا بر روغن تطهین مینمایی و پیمانه ام را لبریز میکشی. یقینا احسان و رحمت تو تمام روزهای عمرم با من میباشد و در خانه خداوند. در خانه خداوند در اینجا مقصد از این است که ما همیشه در خداوند خوش هستیم. ما مسیحی‌ها در خداوند خوش هستیم، خداوند در قلب ماست. اما امروز همونطور گفتیم متاسفانه
جای امی خدای حقیقی را، جای یهوه را بسیار چیزهای دیگه در زندگی ما گرفته که او قدرت باشه، که او پول باشه، پول پرستی باشه، غرور باشه، او کارهای ای دنیا باشه. اما در اینجا عیسی مسیح ما میخوانیم، حسین جان می شما بخوانید از یوحنا فصل 21 فصل 21 آیه یوحنا، بله فصل دهم میباشد، فصل دهم بله، آیه 11 در تا 14 مورد چوپان نیکو. بله, بله. از کدام آیت تا کدام آیت برادر؟ 11 تا 14. 11 تا 14 کلام خدا این قسم برای ما میگه. روی پرده شما میتونید بخونید. این آیت 11 میگه من چوپان نیکو هستم. چوپان نیکو خود را برای گوسفندان فدا می سازد، اما مزدوری که چوپان نیست و گوسفندان به او تعلق ندارند، وقتی ببیند که گرگ می آید گوسفندان را می گذارد و فرار می کند. آنگاه گرگ به گله حمله می کند و گوسفندان را پراگنده می سازد. او می گریزد چون مزدور است و به فکر گوسفندان نیست. من چوپان نیکو هستم، من گوسفندان خود را می شناسم و آنها هم مرا می شناسند. بله، تشکر. دوستای عزیز ببینید در اینجا خوبترین گپی که عیسی مسیح میگه من چوپان نیکو هستم. اینمی یهوه که خدای بزرگ قدرتمند در مزامیر گفته یهوه یا خداوند چوپان من است. اینمی اینجا عیسی مسیح میگه اینمی یهوه میگه من هستم. اینمی من چوپان نیکو هستم. من چوپان نیکو هستم. چرا میگه نیکو هستم؟ به خاطر از اینکه در دنیا چوپان‌های بد هم وجود دارند. همونطور که گفتم چوپان‌های بدی وجود دارند. دزد به نام چوپان خود را میزنه، دزد به نام چوپان خود را میزنه و همچنان در چوپان نمیفهم دوستا شما در گله ها را دیدین در افغانستان وقتی گله چوپان است، بعضی چوپان ها میفهمن چی میکنن. یکی از دوستا ایره بر ما گفت وقتی یک گوسفند از گله بگریزه چندین بار، بعضی گوسفند ها بسیار شق می باشند، بعضی اوقات رقم ما انسان ها وقتی ای از گله میخواد دور بره بگریزه، ای چوپان به خاطر از اینکه ایره گرگ نخوره چی میکنه؟ پای از این گوسفند میشکنانه که همیشه نزدیک چوپان باشه. ای بعض اوقات چوپان حتی این کارا میکنه که چوپان های بد است یا دزد میه یا گرگ میه. اما عیسی مسیح چی میگه؟ میگه من چوپان نیکو هستم. این به چی معناست؟ که وقتی اگر ما از بعض اوقات در زندگی از عیسی مسیح دور میشیم، عیسی مسیح پای ما را نمیشکنانه، عیسی مسیح گردن ما را نمیشکنانه، یا عیسی مسیح بار بسیار بزرگ را بر سر شانه های ما نمیگذاره که تو به خاطر کس پیش ما دور استی بار، بلکه عیسی مسیح چی میکنه؟ عیسی مسیح میگه من چوپان نیکو هستم. او چی میگه؟ میگه من پیش ما بیایید. او بسیار بار سبک را بر ما میگذاره و ما همیشه میتونیم به عیسی مسیح رجوع کنیم. و در اینجا در آخر چی میگه؟ در این آیه که حسین جان خواند در آخر میگه تمام چوپانایی که بد است و یا دزد میگریزه، اما من میگه هستم، چون اونا به فکر من چوپان نیکو هستم، من گوسفندان خود را میشناسم و آنها هم مرا میشناسند. ببینید دوستا، هیچ خدای دیگه، خدای هیچ مذهب دیگه مانند خدای ما، مانند عیسی مسیح هر نفر به نام نمیشناسه. نه تنها میشناسه بلکه ما میتونیم با عیسی مسیح رابطه مستقیم داشته رابطه مستقیم. ما نه به ملا ضرورت داریم، نه به کشیش ضرورت داریم، نه به هیچ کس دیگه ضرورت نداریم که این بین بیاید. بله کشیش ها ما را کمک میکنن، معلمان الهیات کمک میکنن که ما کلام خدا را بیشتر بفهمیم، اما ما رابطه مستقیم داریم. به واسطه کسی ما به خدا نمیرسیم، بلکه از طریق عیسی مسیح است که ما رابطه مستقیم با خدا داریم. و عیسی مسیح چی است؟ امی چوپان نیکو است. چوپان نیکو به این معنی است که او جان خدا به خاطر هر یک ما و شما داد، به خاطر هر یک ما و شما. و وقتی در مزمور داوود ما خواندیم در امی مزمور 23 که عیسی مسیح میگه خداوند چوپان من است. مزمور داوود میگه خداوند چوپان من است. در مزمور 23 داوود نمیگه که خداوند چوپان دنیاست، گرچه خداوند چوپان دنیا است، ولی این چیز این رابطه مستقیم خدا را
شخصی را میگه. فردی، شخصی و فردی، یعنی فردن فرد، هر نفر جدا. فردن فرد. یعنی اگر در این دنیا یک نفرم می بود در مشکل، خدا باز هم می آمد. بله. و اینجا وقتی که عیسی مسیح میگه که من چوپان نیکو هستم، من گوسفندان خود را میشناسم، در حقیقت اونمو گپ است که داوود زده. چی میگه داوود گفته بود چی است؟ خداوند چوپان من است. اینجا عیسی مسیح میگه امی گپی که داوود زده اینمی من هستم. عیسی مسیح میگه اینمی خدایی را که داوود میگه در مزمور 23 اینمی من هستم، چون من هر یک شما را نامتان میشناسم، مشکلاتتان میشناسم و پرابلم هایتان که امروز چی میکنین، امی لحظه چی میکنین، و این میخواه ما را عیسی مسیح چی کنه؟ نجات بده از امی حالت ما را کمک کنه، ما را کسایی که از او دور هستیم، نه به شکل قهر و غضب یا فشار و زور، اما تو که برادر مهداد گفتن، بلکه عیسی مسیح میگه من در بغل قلب شما، در بغل دروازه قلب شما استاده هستم و او را تک تک میکنم. ولی ما وظیفه ما چی است؟ وظیفه ما انسان ها است که بگذاریم عیسی مسیح در قلب ما بیاید، بگذاریم عیسی مسیح در قلب ما بیاید و او را من حیث نجات دهنده خود قبول کنیم. این بسیار موضوع مهمه در زندگی همه ما مسیحی ها است و همه انسان ها است که ما عیسی مسیح را من حیث خدای خود، من حیث نجات دهنده خود در قلب خود قبول میکنیم، به او ایمان میاریم. اما تنها در اینجا کار ما ختم نمیشه دوستان. چطور امی ایمان خود را، امی چیزی را که عیسی مسیح در قلب ما میاره، چطور این ما به دیگران بگوییم؟ عیسی مسیح در یوحنا فصل 21 ما میخوانیم، در اینجا به یکی از شاگردهایش که پتروس بود، و پتروس کسی بود که همیشه میخواست که عجله داشته همه کارها و همیشه میخواست که نشان بده که با عیسی مسیح همیشه وفادار است و هر کاری را که عیسی مسیح از او میخواد میکنه. در اینجا عیسی مسیح به پتروس چی میگه؟ یوحنا فصل 21 آیه 17 دو بار پرسان میکنه از پتروس. در آیه 16 و 15 میگه آیا پتروس مرا دوست داری؟ بالاخره پتروس هم قهر میشه. در اینجا عیسی مسیح در آیه 17 چی میگه؟ میگه سومین بار عیسی از او پرسید، یعنی از پتروس پرسید ای شمعون پسر یونا آیا مرا دوست داری؟ پتروس از این که بار سوم از او پرسید آیا مرا دوست داری غمگین شده گفت خداوندا تو از همه چیز اطلاع داری، تو میدانی که تو را دوست دارم. عیسی گفت گوسفندان مرا خوراک بده. آمین. گوسفندان مرا خوراک بده. این امروز عیسی مسیح به ما هم، به ما مسیحی ها هم امی گپ میزنه که چی است؟ او کسای دیگر که هنوز از مهر و محبت عیسی مسیح پر نشدن، هنوز به عیسی مسیح ایمان نآوردن، اونا را چی کنیم؟ ما خوراک بدیم. خوراک تنها نان و آب نیست، خوراک همچون خوراک روحانی است. یعنی اونا را از کلام خدا، از انجیل عیسی مسیح با خبر بسازیم که عیسی مسیح چگونه به این دنیا آمد، چگونه جان خدا داد، چگونه معجزه کرد و در روز سوم زنده شد. این وظیفه هر یک از ما مسیحی ها است. تنها این وظیفه حسین جان نیست، تنها این وظیفه ما نیست، این تنها وظیفه کشیشان نیست. نه دوستان، در اینجا وظیفه عیسی مسیح به هر یک ایماندار میگه. چی میگه؟ میگه دیگه گوسفندار. هنوز عیسی مسیح بسیار گوسفندار، انسان های زیادی در دنیا هستند که هنوز به عیسی مسیح ایمان نآوردن. شاید کشیش ها در مقابل هر 100 مسیحی یک کشیش باشه، اما به میلیاردها انسان دیگه هستند که هنوز به عیسی مسیح ایمان نآوردن. و از ما و شما مسیحی های که ایمان آوردیم، عیسی مسیح می تقاضایش است که چی کنیم؟ دیگه گوسفنداره. مهم دیگه است که ببینید دوستا، وقتی یک چوپان یک گوسفند را میخواد کمک کنه، پشت از این نمیگرده که این گوسفند رنگش سرخ است، زرد است یا سفید است یا سیاه است. پشت از این نمیگرده که این گوسفند چقدر چرک است یا این گوسفند چی کارهایی کرده، چی بدیهایی داره. اما تو هم عیسی مسیح با ما چی میگه؟ وقتی که ما را میگه که گوسفندها را خوراک بده، ما باید پشت از این نگردیم که این گوسفند یا این افغان هموطن ما از کدام منطقه است، از کدام زبان است، از کدام لسان است، از کدام چی است، یا کدام گذشته داشته، یا چی کار است، یا امروز او مهاجر است یا چی است. یعنی این که به همه مردم، به همه فارسی زبان ها، بخصوص ما در مورد فارسی زبان ها میگیم به خاطر که زبان مشترک داریم، به همه فارسی زبان ها، از همه ملیت، از همه
جایی که هست و پشتو زبان ها، ازبک زبان ها و تمامی کسایی که، چون در ایران هم تنها فارسی زبان مردم نیست و بسیار دیگه زبان ها هم است، مثل کردی است، ترکی است و در افغانستان هم پشتو که از زبان اکثریت هست، بسیار زیاد زبان بسیار بزرگ است و همچنین فارسی است، ازبکی است و بسیار لسانهای دیگه است. خداوند تمامی را دوست داره و اما خدا را شکر که تمامی از این کشورات مردم فارسی را میفهمند و چون اکثری از این برنامه ها از طریق کانال محبت و کانال های دیگه مسیحی به زبان فارسی نشر میشه، از همین خاطر ما فارسی زبان، کشورهای فارسی زبان میگیم. و شما یک چیز بسیار مهمه در اینجا اشاره کردین با او در مورد از اینکه عیسی مسیح وقتی که پطرس میگه که آیا مرا دوست داری، دو قسم کلمه استفاده میشه اینجا در لسان یونانی. یکیش فلیو است، ببخشید چی به کار نمیکنه، یکیش فلیو است، یعنی محبت برادرانه. نه تنها عیسی مسیح ما را به حیث برادر خود، چون او برادر اعظم است، ما را به حیث یک برادر دوست داره. او اینمی را از ما میخواه که ما او را دوست داشته باشیم. و اما محبت را که عیسی مسیح در اینجا بسیار فشرده میگه در مورد از این است که آیا مرا با محبت ایثار، با محبت قربان کننده، با محبت از این که حتی جان خود فدا کنی، با او قسم محبت آیا مرا محبت داری، که ما هاگاپو محبت میگیم در لسان یونانی، چون کتاب مقدس عهد جدید در لسان یونانی آمده. از همین خاطر بسیار مهم است و ما میبینیم که دفعه سیومش پطرس رسول، همین قسمی که شما گفتین، یک کمی ناراحت شد از اینکه عیسی مسیح گفت آیا مرا دوست داری. بالاخره گفت خدایا تو میفهمی که من تو را دوست دارم. و او واقعا عیسی مسیح را دوست داشت. با این که عیسی مسیح اشاره به این سه چیزی که میکنه، قبلا 3 بار پطرس رسول از عیسی مسیح انکار میکنه. ما میبینیم قبل از مصلوب شدن عیسی مسیح امو شو 3 بار انکار میکنه، و هم بنا به نبوتی که عیسی مسیح برش داده بود. و اما اینجا هم کمزوری انسان را نشان میده، هم محبت یک مؤمن خدا را نشان میده. بسیاری امی مبلغین پطرس بیچاره میگه که این اصلا که انکار کرد، ولی مسئله سرزیست بیادر که جسم درد میکنه. خب ما در یک دنیای هستیم که مشکلات، درد و رنج و عذاب داریم و غیره، و اما خداوند ما را بسیار زیاد دوست داره. او ما را تعقیب میکنه، هرگز رها نمیکنه. اصل مقصدی است. و اما قسمی که شما گفتین، فرق نمیکنه که ما کی هستیم، از کدام کلتور، از کدام زبان، از کدام جای هستیم، اما فرق اساسی بین ادیان، مذاهب و مسیح و عیسی مسیح است که او ما را ترک نمیکنه، هرگز ما را ترک نمیکنه. بله. و ما در یعقوب فصل 2 آیه 17 نوشته شده که همین طور ایمانی که با عمل همراه نباشد مرده است. بله. ایمانی که با عمل همراه نباشد. بله. ببینید دوستا، ما گفتیم که ما ایمان داریم که به عیسی مسیح نجات دهنده ماست، عیسی مسیح را در قلب. ولی عیسی اگر ما نتانیم از اوامر عیسی مسیح، از درس‌های از او پیروی نکنیم، ما ایمان ما چی است؟ مطابق کلام خدا ایمان ما مرده است. یعنی ما این میره که عیسی مسیح گفت برو خوراک بده. این یک امر است، یک وظیفه است که عیسی مسیح به مسیحیان در همه نقطه دنیا که باشد، بر ما مسیحیای افغان، بر ما مسیحیای ایرانی یا تاجیکی، امیر داده که به دیگران چی کنیم؟ بریم و خبر خوش عیسی مسیح را برسانیم. و این بسیار مهم است که ایمان با عمل همراه باشد. ولی دوستا، هیچ وقت شما این آیت را با این که شما یک جای باید نسازین که از طریق عمل ما نجات پیدا نمی کنیم. از طریق عمل ما نجات، بلکه تنها از طریق توفیق خدا و فیض خدا است که ما نجات پیدا می کنیم. نجات ما تنها در عیسی مسیح بر اساس توفیقش است، بر اساس فیضش است. ما هر کاری کنیم نجات پیدا نمی کنیم، ولیکن بر اساس فیض خدا، بر اساس توفیق خدا، بر اساس ایمان به عیسی مسیح است که ما از گناههای خود نجات پیدا می کنیم. و بعد از اینکه نجات پیدا می کنیم، ما با خوشی قلبی که عیسی مسیح را در قلب خود داریم، با این چی میکنیم؟ میخوایم اوامر عیسی مسیح را اجرا کنیم که از خوشی بیشتر برخوردار شویم،
ببینید دوستا، وقتی ما میریم یک کس را کمک میکنیم، یک کس را دستش میگیریم از سرک میبریم، با یک کسی که نان نداره نان میتیم، با یک کسی که مریض است او را در شفاخانه میریم دیدارش، چی میشیم؟ این خوشی ما بیشتر میشه. این خوشی ما بیشتر میشه. چرا؟ اینمی از قلب خداوند است. خداوند ما را میگه که چی کنین؟ برین به دیگرا خوراک بدین. یعنی خوراک نه تنها روحانی است، نه تنها خوراک جسمی است که نان است که او هم خوب است به دیگرا بدیم یا آب است، بلکه همچنین خوراک روحانی است که ما دیگرا را چی میکنیم؟ کمک میکنیم در زندگی روزمرهشان و در مورد عیسی مسیح بر از اونا میگیم. دوستای عزیز، ما فقط چند دقیقه داریم. ما میخوایم که از شما دعوت کنم، خواهر و برادر عزیز، شما شاید در این روزها روزدار باشین، شاید روزه بگیرید و شاید فکر کنین که از طریق روزه شما میتونین به خدا برسین. یکی از دوستای ما در فیسبوک یک موضوع پست کرده بود، دیروز ما خواندمش، نوشته کرد که یکی از افغان‌ها از یک افغان دیگه پرسان کرد در مورد روزه، گفت چرا روزه میگیری؟ و دوست افغان برش گفت به خاطر از اینکه ما میخوایم از حالت غریبا خبر شوم، از گشنگی بفهم گشنگی چطور است، از تشنگی چطور است، از حالت مسکینا با خبر شوم. خب بازی دوستش از پرسان کرد، گفت بعد از او چی میکنی؟ گفت بعد از او افطار میکنم. یعنی ببینید این که تنها اگر ما بگوییم که روزه میگیریم و ما میخوایم که به خدا نزدیک شوم، این هیچ وقت ما را به خدا نزدیک نمیسازن. بلکه چی ما را نزدیک میسازن؟ ایمان و عیسی مسیح و این که عیسی مسیح خواست با ما نزدیک شود و این پل ساخت خدا و این پل است که ما خود ما بعد از اینکه خداوند این پل ساخت، ما نمیتونیم با خدا پل بسازیم، بلکه خدا این پل ساخت از طریق عیسی مسیح چوپان نیکو و ما تنها از طریق امی پل نه به اعمال خود به خدا نزدیک شده میتونیم، بلکه از طریق امی پل میتونیم به خدا نزدیک شیم و بعد از او است که ما نه تنها در فکر غریبا و مسکینا می باشیم یا بیوها، بلکه اونا را عملا کمک میکنیم. آمین. و مسیحا شعیب جان در روی دنیا ما میبینیم هر حادثه طبیعی اگر رخ میده یا مشکلاتی می هست، تمام اول مسیحا رو ما میبینیم در اوجا رفته و بدون از اینکه بگویه که او کشور هندوست، کشور مسلمان است، کشور فلانی است، نه، میره کمک میکنه. با اجازهتان جان سعید برادر عزیز ما هم روی خط هستن، چیزی گفتنی دارن در این رابطه. برادر عزیز مانده نباشی. هلو، آواز ما رو میشنوی؟ بله هستم. بله بفرمایید. سلام برای اولتر به برادر شعیب، واقعا که یک پیام بسیار بزرگی را بر ما داد که برای کل ما که ما باید کلام خدا را و برای تمام برادرای خود و خواهرای خود برسانیم که قسمی که بر ما فرموده عیسی مسیح که چوپان و نیکو باشید. خدا را شکر به برادر حسین اندریاس که این برنامه را پیش میبره و این برنامه واقعا یک برنامه واقعی خداوند است که پخش میشه و سراسر دنیا افغانای ما در گوشه که هستن کلام خدا را گوش میکنن. تشکر از خودت برادر حسین اندریاس و تشکر از برادر شعیب و ما میخوایم که بگوییم که واقعا خداوند چوپان ماست. آمین. ما را در چراگاه خود میچرانه. و برادر عزیز من سعید، شما این در زندگی شخصی خود تجربه کردین، با در مشکلات بودین، در شکنجه بودین و زجر و شکنجه به خاطر ایمانتان دیدین. من میفهم که حتی فرزندتان از دست دادین به خاطر ایمانتان و خانوادهتان از دست دادین، اعضای خانوادهتان از دست دادین و با وجود از این شما میگین خداوند شبانمان است و مردم قلب بخشش برای مردم دارین. این بسیار برای من جالب است. هلو، واقعا برادر حسین اندریاس، واقعا که کلام که خداوند بر ما داده و تو به کلام خداوند که خداوند بر ما میفرمایه که من در هر قدم همراه شما هستم، در هر راهی که شما میرین من همراه شما هستم، هیچ وقت شما را تنها نمیگذارم. هللویا. هیچ وقت شما را تنها نمیگذارم و هر وقت
به هر قدمی که شما میگذارین به قدم شما پای میگذارم بایتان میرم و شما را تسلایی میتون و شما را برکت میتون و این عیسی مسیح جز عیسی مسیح هیچ خدایی با ما قدم نگذاشت. ما بسیار های بودیم که او جایی که قسمی که برادر شعیب گفت خداهای آمد که جای خدای یهوه را بگیره لکن نمیتونن، اونها ندارن قوت. بله نه. لکن خدای یهوه، خدای برکت، خدای محبت و خدای نجات است که او عیسی مسیح. واقعا عیسی مسیح میفرماید که قسمی که در مزامیر تعریف کرده که او یهوه است و عیسی مسیح هم میگه که من چوپان نیکو هستم و من همراه شما هستم. هیچ وقت شما را از گله خود خارج نمیکنم. هیچ وقت شما را من شما اولاد من نیستین. شما برکای من هستین، شما فرزندان من هستین. و این تنها عیسی مسیح میتونه که کلام میتونه بله ما را برکت بده. بسیار تشکر. هیچ خدا نیست. بله بسیار تشکر برادر عزیزم، شما هم بسیار تشکر. خداوند شما را هم برکت بده. برنامه ما متاسفانه همیشه خلاص میشه و اما شعیب جان واقعا بسیار آسان است شعیب جان که آدم بگوید که خداوند چبان من است، گرچه از وادی سایه موت هم گذر کنم از بدی نمی ترسم. و اما ای که در عمل ببینی جان سعید وادی سایه موت در عمل دیده و اما بازم شادمان است در خداوند و اما بازم خدا را جلال میته. شعیب جان فقط یک دقیقه دیگه داریم برادر عزیزم. بله فقط تشکر حسین جان و از برادر ما. واقعا اما تو گفتیم که در کلام خدا ما خواندیم که ایمان عمل است. بله. و این دوست ما هم اما ایمان برادر ما ایمان واقعی خود قلبی خود را بر ما گفت و او را در عمل خود نشان میده که خوش است با وجود مشکلات زندگی. در عمل خود نشان داده. این برادر من بسیار شکنجه دیده در زندگی خود از خاطر ایمان مسیح خود. بله دیگه فقط دوستا ما برادرها و خواهرها از شما هم خواهش میکنم تا دیر نشد، تا وقتی که امروز روز نجات است به عیسی مسیح ایمان بیارید. به عیسی مسیح به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه او چوپان نیکوست. دیگرها همه دزد هستند، دیگرها همه میآیند و میدرن و دزدی میکنن، اما عیسی مسیح میگه ما آمدیم که زندگی بتون و زندگی را به صورت کاملش در امی دنیا پوره. دوستا در امی دنیا زندگی پوره را عیسی مسیح تنها قادر است، چون او زنده است، مرد و زنده شد. این بسیار مهم است دوستا. همتون با خداوند میسپارم و تشکر حسین جان از شما هم. تشکر از شما شعیب جان و برادر سعید و برادرای دیگه از شما هم بسیار تشکری میگم. خداوند شما را برکت بده. یک برادر دیگه ما قبلا یک پیامک گذاشته بودن، آوازشان نمیشه. مردم واقعا نیاز دارن به عیسی مسیح گوش کنیم. برای فصل از کابل افغانستان شما را زمان میتیم. به کمک شما نیاز دارم. بیخبر هستم، بخی از این چیز نمیخوام. من عاشقی مسیح شدم. برنامه شما ضرورت دارم. تشکر لطفا دارم از بنده. آمین. خدا را شما. حتما برتان زنگ میزنیم، کوشش میکنیم با شما تماس بگیریم. وطندارای عزیز بسیار تشکر از تلفن‌هایتان. خداوند شما را برکت بده در نام عیسی مسیح. آمین. در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم تویی.